به نام خدای بزرگ. باز هم در مورد اوضاع افغانستان، در مورد کشور ما و در مورد سفارایی ها برای احراز قدرت سیاسی. وقتی به منظره سیاسی در کشور نگاه میکنیم، سه چیز در نظر ما به نظر میرسه: امارت اسلامی، بدیل های یعنی رقبای امارت اسلامی که بگوییم بهتر است، و قدرت سوم که قدرت های منطقه و ابرقدرت هاست که به نحو از آنها امارت اسلامی و بدیل های امارت رقبای امارت اسلامی با آنها رابطه داره، به نحو از آنها ناگزیر. به خاطر از این ناگزیر که از یک سو اگر ما به حیث ایره امارت اسلامی را و رقبایشان که بگویم بدیل های موجود برای قدرت سیاسی است، اینا را در دو طرف شاهین یک ترازو قرار بدیم، وزن اینها را این وسط که در نیروهایی که در وسط قرار داره اینا سبک و سنگین می سازه. یعنی قدرت اینها خودشان قدرت ندارن، از این مرکز گرفته میشن، از قدرت از پایگاهشان که بگویم که در قدرت های منطقوی یا در قدرت های جهانی است. اینا اتکایشان متکایشان اوجست، متکایشان به هیچ وجه مردم نیست. برای اینکه بنای ای گپ صداقت ای گپ معلوم شوه که اینها متکایشان در داخل مردم نیست، در جای دیگه قرار داره، میتونیم خاطر نشان کنیم، یادآوری بکنم که به عقب برگردین، به دهه های قبلی برگردین، کیها را کیها بر قدرت رساند و کیها را کیها از قدرت برطرف کرد یا موجب سقوطشان شد. واضح است که ادعا درست است که اینا قدرتشان تکیهگاهشان جای دیگه است. خب یک طرف قضیه است. برای متهم به ایده سازین که من طرفدار طالب هستم یا طرفدار احمد و محمود، من فقط طرفدار حق هستم. خب هر کسی ادعا میکنه که او حق میگه، ولی حقیقت اصلی را خدا میدانه. ولی ما همون کسی که محکمه شواهد ظاهری را میبینه و با عدالت حکم میکنه، یک محکمه عادل، ما هم شواهد میبینم. ما بارها میگیم که در همه جا در افغانستان بین روشن فکر و خیره فکر و تاریک فکر که آزمودن خطاست. از روی چه میگیم؟ شواهد عینی و عملی نشان داده که چنین است
وقتی که شما سیب بالا میندازین و پایین میفته، خب میگین که هر شایی که سنگین از بالا پرتی پایین میفته دیگه. خب عادلانه باید گفت. یک بار به گذشته برین، از داود خان چرا توصیف میشه؟ از نجیب چرا توصیف میشه؟ از امان الله خان چرا توصیف میشه؟ چی مشخصات اینا داشتن؟ هیچ کدامشان باعث انسان آدم فوق‌العاده نبودن. خب این یک طرف مسئله است. بس طرف دیگه مسئله ای است که واقعا ما جهات مثبت و منفی را به اساس مفکوره خود تعیین میکنیم، نه به اساس یک نرمی که قابل قبول است برای چیز. مثلا آدم فکر کنید نرم اسلامی را، آدم متقی، نه ای که معنا تخلصش یا نامش متقی باشه، واقعا متقی با تقوا، امانت دار باشه، صادق باشه، دروغ نگویه، حقیقت نفروشه، مال کسی را نخوره، بیشتر عفو کنه تا انتقام بگیره، کینه توز نباشه. اینا صفاتی است که هم خدا از ما میخواه و هم جامعه بشری، احمد، محمود، همسایه، شوهر، همسر، خواهر و برادر امی تقاضا را داره از ما. یک آدم بود، یک تکی از دانشمندا در منیجمنت به نام مرتز، تخلصش یادم است، او در مورد سازمان های اجتماعی میگفت که این سازمان ها همشان در جهات مختلف همه با هم مشابه هستند. این حقیقت در مورد امارت اسلامی، رژیم های گذشته و رقبای امارت اسلامی تحریک طالبان هم صادق است. و ما در عمل دیدیم. ما اینها را نام میگیرم و شما به عقب به 4-5 دهه گذشته، به 50 سال گذشته فکر کنید. ما گفتیم در یک طرف پله ترازو تحریک طالبان امارت اسلامی را قرار میدیم، در یک طرف هم رقبایش قرار میدیم. رقبای اینها کی هستند؟ انواع مقاومت ها که در ترکیه است، در ایران است، در پاکستان است، در هر جایی که مقر دارن، به صورت خلاصه جهادی های قدیم، جمهوری خواهان قدیم، ما از احزاب سیاسی که من نمیفهم سوسیالیست هستن، کمونیست هستن و هر بلایی که هستن، دموکرات هستن، لیبرال هستن و خپ و چپ در زیر لیاف مبارزه میکنن، ما تا حال هیچ چیز هم نشنیدیم، حداقل من نشنیدیم و نه با این کار اونا سر و کار دارن، اونا در کارهای تئوریتی خود مصروف هستن. خب ما اول میبینیم خصایص کلیدی که اینها دست راست، دست ستون راست، ستون چپ قرار دارن، یعنی امارت اسلامی، تحریک طالبان و جمعیت اسلامی گلبدین خان که به نمیفهم
هر شورای مقاومت میگین، هر چیزی که میگین، جمهوری خواه، هر چی هست، اینا در طرف ستون. خصیصه اول چی است؟ طالبان یک تعصب فکری داره. تعصب فکری از اینا نه تنها در برابر مسلمان است، بلکه در برابر دیگران است. خود بیشتر مسلمان فکر میکنن تا دیگران. در غیر از او، از اول تا آخر اینا میتونستن که با مسلمان ها یک حکومت اسلامی ایجاد کنن. چرا نکردن؟ یا خود بهتر مسلمان میدانستن یا دیگران را میگفتن که شما بهتر مسلمان نیستین. از هر جهتی که ببینیم این تعصب درست نیست. این بحث دیگه است. درست به این خاطر نیست که این اختلاف الله متعال حل میکنه کی مسلمان خوب است کی نیست. ما صلاحیت را که صلاحیت اختصاصی خالق کائنات است، ما نمیتونیم غصبش کنیم، در دست خود بگیریم. تحمیل و اجبار است. با هر تعصب فکری تحمیل و اجبار همراه است. با هر تعصب گروپی همجاست. اما در این ستون چپ که رقبای سیاسی، رقبای فکری امارت اسلامی است، ما نه تنها تعصبات فکری را میبینیم بلکه تعصبات گروپی را میبینیم. تعدادی از زبان سخن میگه، تعدادی از خراسان صحبت میکنه، تعدادی من نفهم از افغان بودن و افغانستانی بودن و خراسانی بودن صحبت میکنه. اینا گروپ هستن و هم از لحاظ فکری با هم متحد هستن. در این میان کسایی هم هستن که از لحاظ فکری متعصب هستن اما از لحاظ گروپی نیستن. تعدادی هستن که هر دو بلا را دارن. تحمیل و اجبار شیویش فرق میکنه. شما با کشورهای به اصطلاح دارای دموکراسی آزمون شده به اصطلاح بگیم که میگن established democracy یادش میکنن، یعنی دموکراسی هایی که به صورت متداوم سیستم دموکراسی را رعایت کردن. خب گپ توریست. در اینجا هم آیا لیبرال شیوه فکر خود گسترش نداده؟ آیا رژیم ها را تغییر نداده به خاطر اینکه لیبرال نبودن؟ ولی کار کرده. و چیزی که دیگه که امارت موجب گردیده این است که کشور را به یک قفس تبدیل کرده، به یک قفس طلایی که بگیم سرک خوب داره، بند خوب داره، برق داره به اصطلاح بگیم. ولی میفهمین چی مشکل داره این کار؟ وقتی که از نظر اسلامی، از نظر قرآن تأکید میشه که دنیا هر آنچه که در دنیا هست یک متاع دنیوی است، گذراست، رفتنی است. و ما تجربه میکنیم. باید طفل به دنیا میاییم
سرمایه دار میشیم، تعمیرها از ماست، تیاره ها داریم، همه که میموریم با یک کفن میریم. وقتی ما تنها در یک جامعه به متاع دنیوی فکر میکنیم، خب ببینید ما برای تو سرک جور کردیم، چه میخوایی دیگه برادر؟ موتر میسازیم، سرک داریم، تیاره داریم، راکت هم داریم. از جاز معنوی می دین سرت به زور تطبیق میکنم، میخوایی نمیخوایی. ولی تحمیل دین به این جهت تنها درست نیست که در دین اکراه وجود نداره، بلکه از این لحاظ هم نیست که اگر شما آقای انصاری، استاد انصاری در حرفایش گپایش یکی از انتقاداتشی بود که در یکی از این ویدیوهایش که من گوش کردم که ما در ظاهر همه را مجبور میسازیم که یک یونیفرم واحد داشته باشن. مسلمان با ریش و با کلاه شناخته میشن، ولی یک نوع ایزومورفیزم است. ایزومورفیزم از راه های مختلف صورت میگیره. یک راهش از راه اکلچریشن است، یک راه دیگهش از طریق وضع قانون است. مثلا شما به مکتبا میگین که کلتان همراه نیکر از باید بیاین، بدون نیکر اجازه نیست، یا دستار سبز، دستار سیاه، دستار سفید. از اینا رو کلیش یکسان میسازید، یک رنگ میسازید. به گفته استاد انصاری یک نوع منافقت ترویج میکنی. اینا به خاطر قانون، به خاطر اجبار او کار میکنن. شاید مسجد برن، به وضو داخل مسجد شوند، به وضو نماز بخوانند به طور مثال. به این ترتیب مسئله مسلمان سازی هم یک طبقه دنیوی را میگیره که شما میگید که بابا این کشور اسلامی است، با آمدن ما کل آدم متدین شده. و انحصار قدرت. یک چیز باید ما در نظر بگیریم. یکی از دانشمندای بسیار کلاسیک علوم سیاسی به نام رابرت دال یک کتاب تحقیقی نوشته کرده به نام Who Governs. یکی از شهرهای امریکا تحقیق انجام داده که به نام نیو هاون یاد میشه و او ادعا میکنه که قدرت در همه جا تقسیم شده. ما وقتی که از تقسیم قدرت گپ میزنیم، از انحصار قدرت گپ میزنیم، درست است که یک الیت همیشه حکومت میکنه، یا جمهوری خواست، یا دموکرات است، یا لیبرال است، یا بربلای کس، چپ است یا راست است. یک الیت است که مربوط به یک حزب است، حکومت میکنه. خب این که ترکیب او الیت چه رقم از گپ علایده است، ولی مهمی است که الیت دارای یک ایدئولوژی معین، یک دید معین و شیوه کار معین است، فرهنگ معین داره. بسیار مهم است. شما میتونید که از 40 تا قومی که در افغانستان وجود دارد 40 تا نفر بیاری اوجا بشانی، اما همیشان یک رقم فکر میکنه. این تفاوتی
هایی که در 40 ما میبینیم، در 40 قوم و قبیله، این در اونجا باستاب نمیافته، در حالی که در مشارکت قدرت اینا با هم شریک هستند. میبینی او برادر ازبک است، ایماق است، پشتون است، هزار است، همش هست، همه اقوام در اینجا میبینی. یعنی که الیت سیاسی ترکیب اجتماعی و طبقاتی جامعه را منعکس می سازه، اما اینا همیشه یک رقم فکر میکنن. درست؟ فرقی نمیکنه. منظور ما پس از انحصار قدرت چیست؟ انحصار قدرت ما در تفکر میبینیم، نه در ظواهر. به حکومت‌های گذشته شما فکر کنید، به نوع از آنها ساختار موزاییک جامعه نمایندگی داشت. در زمان حکومت آل یحیی چنین نبود، ولی همشان مربوط به خانواده آل یحیی بودن. اما در باقی ها همه انواع افراد مختلف داشتن. اما استقلال در آقای دونالد ترامپ، هر کسی که با پالیسیش مخالفت داشته باشه از حکومت میکشیش، بیرون میکنیش. فرق نمیکنه که هر کسی هست. منظور انحصار قدرت به معنای این نیست که یک الیت در یک جا قدرت داره و به دیگر کس قدرت نداده. اگر این الیت دیگران را در تصمیم گیری سهیم بسازه، چرا اصل قدرت در صلاحیت سیاسی است. وقتی که شما رئیس جمهور باشین و فاقد صلاحیت، معاون رئیس جمهور هستین، ولی هر چی که رئیس جمهور میگه باید همون کارا بکنین، کجا تقسیم قدرت است؟ نیست. از تقسیم قدرت این نیست که مثل که فدرالی ها میگن که برادر اینجا والی قدرت داشته باشه، در اونجا والی قدرت داشته باشه. این همیشه همطور بوده. وقتی که شما صلاحیت سیاسی رو تقسیم میکنین، همراهش حدود جغرافیاییش هم تعیین میکنین. مثلا یک رئیس جمهور در ساحه کشور خود صلاحیت داره. اما شما بفهمید که یک مسئله بسیار معروف است، میگه زور غالب نداره. ولی ما چگونه میتونیم این کار بکنیم؟ ما در بحثایی که در مورد فدرالیسم داشتیم که گفتیم من مخالف فدرالیسم نیستم. ما به انواع مختلف در زمان کرزی، در زمان غنی، ما در افغانستان یک سیستم فدرال داشتیم، یک نوع بسیار غیر دموکراتیک، فدرال غیر دموکراتیک بود. حتی در کابل وزیری که برطرف میکردن میگفتن که من نمیرم، ما جهاد کردیم برای چوکی. فهمیدیم؟ حتی نور کس برطرف نمیتونست. و دگروال چونتی که در بدخشان بود، او را باید ناتو هم قبول میکرد که بیادر تو مشاور ماستی. خب اغلب ما از تقسیم قدرت، انحصار قدرت، درک
سالم نداریم. آمدن در بن تقسیم قدرت کردن. تقسیم قدرت بین زورمنداز، بین اونایی که سالها حقوق بشری را نقض کردن، به اونا صلاحیت دادن که حقوق بشری را رعایت کنه. چطور امکان داره؟ تفکر احمقانه غرب هستی. و اونا برای فریب ما یک دفعه میفهمن، اونا به فریب مردمی کار میکنن. چرا اونا میفهمن که بیادر هدف ما اون نیست که تو حقوق اینا را مراعات کن، اون چیز که تو حقوق ما را مراعات کن. اصل بشر این جانب است. مثلا عربستان سعودی حقوق بشر به مراتب در عربستان سعودی نقل میشه تا در روسیه و چین و جای دیگه، مگر برای امریکا مطرح نیست. حقوق بشری دوستایش نگاه شود، حقوق بشری خودش رعایت شود. اما مشخصی دیگه چیست؟ شما فکر کنین که خب انسان کامل در هیچ جای وجود نداره. فساد، بی امنیتی، انحصار قدرت ما در گذشته ها داشتیم. وقتی که حکومت کرزی آمد، سازمان ملل متحد در قدم اول اولویت استخدام به او کسایی داد که در پاکستان بایشان همکار بود، چون مسئله اعتماد بود. و حکومت هم برخیش قوم خود بیشتر اعتماد میکرد تا بر افراد دیگه. اما این موجب چی شد؟ کاری که شد، شما فکر کنین در زمان جمهوریت کرزی و غنی نه تنها ایصاف بلکه حکومت به ماشین تولید مخالفین تبدیل شدن. به جای ازی که بر مردم اتکا بکنن، حکومت بر خارجی ها اتکا کردن و به جای ازی که عدالت بکنن، حمایت مردم به دست بیارن، مردم وادار به شدن که به این وادار ساختن که فرار کنن، برون، راه حل در جاهای دیگه جستجو کنن. چند چیز بهتون خدمت عرض کنم که در این جهات اگر ما بگیم از لحاظ مقایسوی امارت اسلامی 2 پوینت بهتر میگیره. به خاطر چی؟ کمتر فاسد هستن، قاطعیت کار دارن. شما میفهمین که طالب چه میکنه، گپشان معلوم است، صراحت داره، رایش معلوم است که ما اینمی رایم است، خلاص. و اینا را شما مرکزیت رهبری نکته دیگه است. شما این در رژیم های دیگه نمیبینین، در رژیم های گذشته، در حالی که مردم، شما این قاطعیت و صراحت در کار داود خان شما میدیدین. مردم میخواه که آنچه گفتیم او را عملی بکنیم. میتونه که ما گفتم و کسی دیگه آمد گفت که نه برادر درست نیست، ما چنین و چنان میگوییم. حال مشکل کار دیگه است. که در این دو ملت ایران مانده که ما چیکار کنیم.
یک قصه یک بار دیگه یادم آمده بود، حالی من چیز میگم. مکینلی رئیس جمهور امریکا در رابطه با امپریالیسم امریکا در فیلیپین میگه که وقتی دریافتیم که فیلیپین مستعمره اسپانیا به دامان ما افتید در نتیجه شکست نظامی اسپانیا توسط امریکا، مکینلی میگه که من نمیدانستم چی کار کنم. یک شب دیر هنگام به فکرم خطور کرد. ما نمیتوانستیم آن را دوباره به اسپانیا بدهیم. ما برده بودیم جنگ، اسپانیا شکست کرده بودند، زیرا نامردانه و غیر شرافتمندانه بود که ما دوباره ای را به اسپانیا بدیم. هم جنگ کردیم، ازش گرفتیم و هم پس دوباره بدیم. ممکن نبود، نمیشد. دیگه به فکرم خطور کرد که ما نمیتونیم میره به فرانسه یا آلمان که رقبای تجارتی ما بودن در شرق است به اونا بسپاریم، زیرا معامله نادرست و بدنام کننده خواهد بود. 3. ما نمیتوانستیم با اونا را به حال خود بمانیم. آنها توانایی خودگردانی را نداشتند و به زودی درگیر هرج و مرج و بیقانونی بدتر از زمان اسپانیا می شدند. 4. راه دیگری برای ما باقی نمانده بود مگر اینکه آنها را بپذیریم و فیلیپین را در نقشه ایالات متحده قرار دهیم. اگر به عقب نگاه کنین، این تصویر در گذشته افغانستان تا به امروز میتونین پیدا کنین. چرا ما نتونستیم توانایی خودگردانی را پیدا کنیم؟ از زمانهای قدیم اگر شاه داشتیم و اگر رئیس جمهور رو داشتیم، اینه برای ما دیگرها تعیین کردن، اغلب برای ما دیگرها تعیین کردن. و امروز باز دو نمود حالت قرار گرفتیم. حال باز قرار است که ما بیچاره را برای ما از لحاظ فکری در یک نقشه قرار بدن. احزاب سیاسی ما که در فیسبوک ها و در یوتیوب و در اینجا و آنجا با 1 متر زبان و مردم دوستی بحث میکنن، در کجا قرار دارن، کجا هستن؟ و اگر قرارم دارن، اینا مانند اونایی که ما پیشتر در موردشون صحبت کردیم، یا از نظر فکری یا از نظر مبنا و پایگاه به جای دیگر تعلق دارن. به خاطر اینکه که ما به نحو از آنها ما توانایی خودگردانی را نداشتیم. ما عادت کردیم که بریم گدایی کنیم، حتی قدرت سیاسی را پیش پاکستان بریم، پیش ایران بریم، پیش روسیه بریم، پیش فرانسه. چرا ما توانایی ایجاد پایگاه مردمی را نداریم؟ به خاطر اینکه نداریم که ما این خلاقیت و این توانایی را نداریم. ما گوسپندای هستیم که یک چوپان کار داریم. ایره ده دنبال روی از تیوری، از
شیخ فلانی ملا فلانی، من نمیفهم، از اردوغان، از قرضاوی، از پردلی، از واضحا میبینین. یکی ما در پشت کارمل هنوز افتیدیم، پشت زرگون، پشت ترکی، پشت، یعنی چی؟ ما حتی تا 50 سال به حیث روشن فکر، اگه ما چپ بودیم یا راست بودیم، خدمت به او نه به زبان شخصی مادری خود کردیم، نه به او تیوری که باور داریم اعتقاد داریم. یک عمر است ما مسلمان هستیم، مسلمانی ما هنوز درش جدل داریم. و اینمی علت عزیز که دیگرها برای ما میگن که اینا نمیتونن توانایی خودگردانی را ندارن و برای ما رهبرای ما را، زمامدارای ما را تعیین میکنن و ما هنوز از برای خدا اهانت نیست. کدام یکی از زمامدارای گذشته توانایی و صلاحیت رهبری یک ملت 40 میلیونی را داره؟ کدامش داره؟ و آیا این ملت 40 میلیونی روشن فکری نداره که بهتر از دیگرها باشه؟ واضح است که نداره. جان استوارت میل در کتاب خود لیبرتیز یا ایمیجینیشن است، یادم نیست، یکی از خطرات عمده دموکراسی را میگه که نادانی رای دهنده است. ما این نادانی را ببینیم. آقای دوستم 1 میلیون سرباز داره، میگه که من افغانستان رو در 1 هفته فتح میکنم. آیا این صلاحیت رهبری 40 میلیون انسان داره؟ اینا خود گوسپند نیستنی؟ یا افراد دیگه شون. و ما به حیث روشن فکر احمق هنوز در پشت سر اینا قرار داریم. گفته هانا آرند میگه از افراد گروپ ها را که بگیری دیگه فاقد قدرت هستن. اینا به خاطر چی خدا بدیل سیاسی زمامداری در افغانستان مستحق میدانند؟ به خاطر اینکه 4 تا بی سواد گوسپند دوپای پشت سرشان استاده است. مثلا اینا توان دارن که مخالفین خود سر ببرن، بارای کار کردن رو میکنن. کجاست جامعه روشنفکری؟ خب ما اینا رو ملامت میکنیم. این جامعه آدمایی که پشت سر اینا قرار داره الجاز فکری مانند این هستن. و ما تنها اینا نه، اینا میفهمن که این مردم بیچاره ناتوان هستن، مجبور هستن و از مجبوریت از اینا استفاده میکنن. و اینا به جانب هم هستن. ما دیگه بدیلی دیگه نداریم. اگه آقای دوستم امروز بیا از من پرسان کنه که برادر تو سر من انتقاد میکنی، کدام هم جوان دیگه است که مردم پشت سرش استاد است؟ هیچ کدام ما جواب نداریم برش. به خاطر جواب نداریم که نه تنها اینا ملامت نیستن، ما هم ملامت هستیم. غیر از اینا کسای دیگه وجود نداره. ما در یک حالت رقمی چیز اسفانی قرار داریم. لابد
کرزی آمد، پیشتر از او کرزی آقای ربانی آمد. کی آوردش؟ خلقی و پرچمی را که متحد ساخت. طالب بار اول کی آورد، بار دوم کی آورد، و باز دوباره مجاهدین که میاره. دیگه نیروی وجود نداره. من فکر میکنم که در قسمت این مردم و این ملت بیچاره فقط تابعیت وجود داره. جای خجالت است که ما روشنفکران نه انسانیت قبول میکنیم، به رسمیت میشناسیم، نه افغانیت. و نه ما میتونستیم که مثل سایر کشورهای دیگه اختلافات در کل جای وجود داره، در خانواده وجود داره، اختلاف در اینجاست. اما متحدانه عمل میکنه. یک الیت منسجم، عاقل و دارای برنامه. شما خود دیدین که با وصفی که اهداف مخالف هم داشته باشن میتونه که یک حکومت اکثریت اداره بکنه. و اگر افغان ها میخوان که ضرور نیست ما نابغه داشته باشیم برای این کار، فقط اتحاد فکری و اتحاد در عمل با خط مشی معین و صریح کفایت میکنه. شما خود دیدین که از این گروه هایی که ما نام بردیم، هر کدامشان که بتانن این کار بکنن، یک اقلیت منسجم دارای موضع‌گیری مشخص و انسانی باشه، برنده میدان است. اما مشکل ما با این مسئله حل نمیشه. مشکل اساسی ما این است که شما گادیر خود دیدین، گادیر در افغانستان بسیار زیاد بود. یک از دو از گادیر کش میکنه، اما یک نفر ششتب در دانی اسب یک قیزه و یک چیز است، از اونجا ادارش میکنه. نظام چه فدرالی چه غیر فدرالی، متمرکز و غیر متمرکز و متشدد فرق نمیکنه. ما اونمون میکانیزمی را که یک گادی را توسط اسب گادی را کنترل میکنیم، ما او را نداریم. اسب گادی عبارت از الیت سیاسی است که زور داره، قدرت داره، پلیس داره، محکمه داره، اردو داره. ولی قیزه و یک ارگانی که این اسب کنترل کنه، بتانه اشتاد کنه، بتانه امرای قمچین بزنیش که تیز برو یا سلو برو، ما ایره نداریم. تا زمانی که ما ایره نداشته باشیم حال ما بهتر نمیشه. از توجه شما یک جان تشکر.